سوال 22: دلیل بر این چیست؟ بر این عبادت که باید خاص الله قرار بگیرد؟ دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که الله می‌فرماید و من خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن انس را تنها به خاطر آن آفریدم که تنها مرا عبادت نمایند. سوره ذریات آیه 56. پس این آیه کریمه بیانگر هدف اصلی آفرینش انسان و جن را در بر میگیرد. یعنی تنها برای عبادت الله سبحانه و تعالی بندگان آفریده شدند و از عبادت و بردگی مخلوقان آزاد کرده شوند. پس عبادت معنای وسیع دارد: اخلاص در توحید، انجام فرمانها و پرهیز از حرامها. پس همین آیت اساس دلیل روشن است که تمام هستی برای مقصد بزرگ عبادت الله سبحانه و تعالی تعیین شده است و این عبادت باید موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد، چون شرط اساس قبول عبادت یا که اساس رکن عبادت این دو است: اخلاص از برای الله انجام دادن و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را قرار دادن. اگر هر کس که یکی از این مخالفتی نمود، به خاطر الله نماز خواندی نه که طبق گفته پیامبر نبود، پذیرفته نمیشود. تو طبق گفته پیامبر نماز خواندی نه که به خاطر الله نبود، پذیرفته نمیشود. بارک الله فیکم.